اجرای شب طولانی در آواز بیات اصفهان. اجرای آهنگ شب طولانی در دستگاه شور. خب دوستان، بریم سراغ آموزش کوک این قطعه در دو تا دستگاه شور و اصفهان. خب در دستگاه شور چون ما اومدیم لاکورون و سی بمول رو حذف کردیم از توی نوت، دیگه نیازی به تغییر کوک نداریم. اما در دستگاه بهتر بگم در آواز بیات اصفهان ما باید لا رو بمول کنیم دو طرف، یعنی خرک بره وسط، هر دو طرف بمول بشه. سی رو هم هر دو طرف باید بکار کنیم. البته سی و لای زرد رو ما توی این نوت استفاده نکردیم، اما میتونید برای اینکه قطعتون قشنگتر بشه، پرتر بشه، این ورم بکار و بمول کوک کنید، سی رو بکار و لا رو بمول، و بتونید از این قسمت هم استفاده کنید. خب من برای اینکه شور رو ببرم توی اصفهان، سی بمول رو باید سی بکار کوک کنم. اول این رو بکار کنم. توی تیونر معمولا کنار علامت بی یا نوت سی علامت بمول رو می نویسه. باید کوک رو آروم آروم تا جایی ببریم بالا که این علامت از کنار نوت اصلی ما حذف شه. نیم پرده باید ببریم بالا، یعنی 100 سنت. خب الان میبینید که بی بدون علامت بمول سبز شد، یعنی اینکه کوک من درسته.
حالا هر 4 تا سیم رو یکی میکنم. حالا لای سفید رو میبرم وسط و هر دو طرف رو بمول کوک میکنم. خب الان برای اینکه این رو لا بمول کوک کنیم باید جی دی از نشون بده داخل تیونر. الان میبینید که جی دی از نشون میده. خب پس سی ما دو طرف به کار شد و بی یا همون نوت لای ما هم دو طرف بمول شد برای اجرای این قطعه در دستگاه همایون یا آواز بیات اصفهان.